ما دکتر نوید خپلواک هستم. بحث امروز ما استفراغات شدید است. خوب، علتهای زیاد بر استفراغات شدید موجود است. شایع آن زخم معده. خب، زخم معده یا گستریک السر چی وقت به وجود میه و چگونه سبب استفراغ و دلبدی و استفراغات شدید نزد مریض میگرده؟ خب، اگر بنابر حد ملحوظ قسمت از معده زخمی شد، السر پیدا شد، گستریک السر، دفعتا سبب استفراغ شدید نزد مریض ها می گرده. غذایی که می خوریم حاوی مرچ، مساله، روغن، بریان شده و انواع متنوع غذا هاست. وقتی می جویم بله می کنیم و توسط حرکات مارپیچ خود به معده می رسانه. به مجرد که در مجاورت یا در تماس به زخم قرار می گیرد، دوباره فلوت می کنه و ریفلکس می شه و بالاخره به شکل استفراغ به محیط بیرونی میره. اکثریت این مریضا زمانی که نان میخوره، بعد از خوردن نان احساس گرنگی و دمش معده دارن که در اوایل گستروپرسز یا عدم حرکت معده هم میتونه این وضعیت به وجود بیاره، ولی استفراغات شدید ممکن نیست که به وجود بیاره. زمانی که زمانی که السر یا زخم در معده موجود بود و عفونت ها دور و بر زخم دیده شد، آمدن مواد غذایی سبب مزاحمت و گرنگی و دمش گشته، دوباره فلوت میشه. این مراحل اولیه گسترایتس یا التهاب معده است. زمانی که این گسترایتس کم شدت پیدا بکنه، با مجرد که مریض غذا میخوره، دوباره غذا را به محیط بیرونی استفراغ میکنه. اگر این گسترایتس پیش رفته تر شد و سبب بروز السر یا زخم گردید، در او صورت با وجود که مریض استفراغ شدید داره، موجودیت خون در استفراغ بیشتر قابل ملاحظه است که این وضعیت ما هماتومسیس میگیم، یک وضعیت عاجل صحی است. باید در این صورت مریض به زودترین فرصت به مراکز صحی نزدیک محل ما انتقال داده شود. در پهلوی موجودیت زخم معده، استفراغ شدید در کولسیستایتس یا عفونت کیسه صفرا به وجود میاد. این عفونت میتونه بنابر موجودیت ستون یا سنگ ها در کیسه صفرا باشه، stones in gallbladder یا جیبی. اگر کولسیستایتس یا عفونت کیسه صفرا برخواسته از سنگ کیسه صفرا بود و بار بار این وضعیت مریض متحمل میشد، کولسیستکتومی یا برداشتن کیسه صفرا یا عملیات کیسه صفرا علاج حتمی است. خب، در این وضعیت مریض نه تنها استفراغ و دلبدی و استفراغات شدید داره، بلکه تب خیلی سوزان و شدید داره. مریض های گرید فیور، جمع لرزیدن و خنک خوردن مریض، رایگرز و چلز. خب، تب سوزان، تب و لرزه و درد خفیف استخوان ها و در مراحل که عفونت شدت پیدا بکنه، درد شدید به وجود میاد در تمام نواحی استخوان ها. کولنجایتس یا عفونت چینل های صفراوی علت دیگه است که دفعتا سبب دلبدی و استفراغ میگردد، ولی هر دوی این وضعیت درد شدید در قسمت فوقانی شکم به وجود میاره، خصوصا هایپوکوندریال پین، رایت هایپوکوندریال پین. قسمت فوقانی شکم متمایل به راست، رایت هایپوکوندریال پین. این دردها بیشتر از قسمت فوقانی شکم به شانه راست یا رایت شولدر سرایت میکنه، چون رگ عصبی که انگیزه ها را انتقال میده مشترکن در قسمت فوقانی شکم و شانه موقعیت داره. همچنان بین دو شانه انتراسکاپولار پین، درد بین دو شانه با تب شدید، استفراغ و دلبدی شدید جزء از نشانه های موجودیت عفونت در چینل های صفراوی و کیسه صفراست. موجودیت عفونت و التهاب در غده پنکریاز میتونه استفراغ شدید نزد مریض ها به وجود بیاره، اما غده پنکریاس زمانی که عفونی شد، درد خیلی شدید در اپیگاستریوم یا قسمت فوقانی شکم به وجود میاره.
اپیگاستریک پین، درد خیلی شدید در قسمت فوقانی شکم. این درد مستقیما به پشت ما ریدیشن یا سرایت میکنه، radiating to back. بیشترا مریضا زمانی که مبتلا به درد اکیوت پنکریاتایتس یا التهاب حاد کیسه غده پنکریاز میگردن، خودشان میگه که درد خیلی شدید قسمت فوقانیشان مستقیم به پشت ما، به پشت کمر سرایت میکنه. کتش مریض تب خیلی شدید داره، های گرید فیور، درد خیلی شدید داره و استفراغ و دلبدی خیلی شدید داره، های گرید فیور. کت ای تب رایگر، زنشلز، خنک خوردن و لرزه هم موجود است. در این وضعیت باید بیشتر فوکس کنیم روی سیرولوژیکال انوستیگیشن یا معاینات خون. در خون دو انزیم خیلی مهم غده پنکریاس تحت مطالعه میآید، سیرولوژیکال ایوالویشن. دو انزیمی که وضعیت واضح می سازد در خون، یکیش لایپیز نام دارد، دیگهش امایلیز. لایپیز و امایلیز هر دوی از این انزیم ها در موجودیت عفونت غده پنکریاس بلند میره و در این صورت باید مریض در شفاخانه بستر شود تا مراحل بعدی مراجعه دوام بدهیم. خب اگر مریض زخم معده داشت چگونه باید این وضعیت مهار بسازیم؟ اگر خونریزی صورت گرفت، یعنی کافی گراوند وومیتینگ یا استفراغ جیگری رنگ که تقریبا میلان به سیاهی داشته باشه، کافی گراوند وومیتینگ نشان دهنده زخم در معده است. خب قبل از اینکه زخم بیشترتر شده و سبب خونریزی بیشتر بگرده، باید این وضعیت معالجه بکنیم. اگر علت زخم و عفونت اچ پایلوری یا هلیکوباکتر پایلوری بود، باید توسط استفاده از انتیبیوتیک که رژیم های خیلی موفقی برش موجود است، تریپل رژیم، کوادرپل رژیمز، اینا رژیم های مخصوص انتیبیوتیک هاست که برای ارادیکیشن یا از بین بردن اچ پایلوری استفاده میشه. خب در پهلو استفاده از انتیبیوتیک ها، سایتوپروتکتیو ایجنتس یا دواهایی که حجرات دیوار معده را حمایه و تقویه میکنه، از اونا هم باید استفاده بکنه، مثل سوکورالفیت، بیشتر هم در تخریش عفونت های معده قابل استفاده است. با هم از اینا موجودیت پی پی آی یا پروتون پامپ اینهیبیتورز یا اومپرازول، ازومپرازول، لانساپرازول، اینا حتمی است که تیزاب مهار بسازیم تا نتانه زخم معده را بیش از این هم دوام بده و سبب تکلیف مریض بگرده. کولنجایتس یا عفونت در چینل های صفراوی، در این رگ ها بیشتر توسط باکتریاها صورت میگیره، خصوصا استافیلوکوکس آریس. باکتریایی است که استافیلوکوکس آریس، این باکتریایی است که بیشتر اوقات سبب عفونت در چینل های صفراوی میگردد، بلری چینلز یا CBD. همچنان اینها هستند که سبب فود پایزنینگ یا مسمومیت غذایی میگرده و این مسمومیت غذایی هم سبب دلبدی و استفراغ و اسهالات نزد مردم و نزد مریض ها می باشد، تو هم با تب و لرزی شدید. استفراغ عمل است که بعد از حس دلبدی توسط مغز به وجود می آید. علتهایش خیلی زیاد است، اما علتهایی که زودتر باید مریض تا شفاخانه برسانیم عبارت از زخم معده یا گاستریک ألسر است، عفونت کیسه صفرا، این سبزه که میبینیم ناکوار کیسه صفرا است، عفونت در پایپ های کیسه صفرا، موجودیت التهاب عفونت ها در غده پنکریاس که یک وظیفه خیلی مهم داره، هم در هضم و هم در بیلانس شوگر یا شیرینی باب در بدن. یک حجره در پنکریاس موجود است به نام بیتا که سبب